پلسازی با اسکلت چوبی در گیلان قدیم. لته‌پورد پل تخته‌ای. بنا به نوشته رابینو، گیلانشناس بریتانیایی سده پیشین، گیلان یکی از پررودترین سرزمین‌های جهان شناخته شده بود. از این رو پل‌های بیشماری بر رودخانه‌های پیوسته روان آن بسته می‌شد. نظر به اینکه رودخانه‌های بیش از اندازه زیاد و پرآب گیلان و مازندران که بیشتر آنها گذر آب جنوبی شمالی دارند و راه‌های اصلی بین شهری این سامان که اغلب در راستای غربی و شرقی هستند و به خط کناره موسوم بود را در بسیاری از جاها می‌برند، از این رو نیاز فراوان به پل و پلسازی در این اقلیم وجود داشت و در پی آن پل‌های چوبی بیشماری بر روی رودخانه‌های این مناطق ساخته می‌شد. این گونه پل‌ها به خلاف پل‌های خشتی هر ساله نیاز به مرمت و بازسازی داشت، چون سیلاب‌های پاییزی بیماور موجب نابودی و ویرانی زودهنگام پل‌ها شده و این مشکل هر ساله گیلکان بود. این خرابی‌ها در پل‌های خشتی به نام مرغون‌پورد کارساز نبود، ولی خشت‌پورد یا همان پل خشتی هم آفت ویژه خود را داشت که در آن پس از گذشت ده‌ها سال درختان وحشی خودرو به ویژه نوع انجیر، لی، اوجا و خاربته‌های تمشک که ریشه در ژرفای خشت و ساروج آن می‌دوانیدند و زمینه نابودی آن را در دراز مدت فراهم می‌کردند. همینطور زلزله‌های ویرانگر که هر 100 سال در این حدود به وقوع می‌پیوست و هر چیز را در هم می‌کوبید و موجب خرابی همه بناهای غیرچوبی می‌شد و بناهای خشتی و آجری را ویران می‌ساخت. پایه‌های عمودی پل چوبی را که در آب فرو می‌بردند بیشتر از گونه‌های درختان دیرزیست که در آب ماندگاری زیاد داشت انتخاب می‌کردند که اغلب از چوب درخت سرو کوهی با نام بومی سلم یا زربین که از کوه‌های کم ارتفاع اشکور به جلگه گیلان می‌آوردند و در غرب گیلان از کوه‌های رستم‌آباد به دست می‌آمد و درخت جنگلی دیگری به نام تویی یا اسندار یا همان درخت آهن که در منابع درختشناسی انجیلی گویند و از کوهپایه‌های اطراف تهیه می‌شد. این گونه چوب‌ها در درون و بیرون آب مانایی فراوان داشت و ده‌ها سال در هوای نمدار و بارانزای گیلان بی‌شکاف می‌ماند. پل‌های چوبی این مناطق دارای طول بیشتر و پهنای باریک بود و بار باربران چهارپا را به خوبی تاب می‌آورد. کف آن را تخته کوبی کرده و برایش نرده‌هایی از هر طرف ساخته که همانند جانپناه بود تا از افتادن رهگذران و چهارپایان به درون آب جلوگیری کند. لته‌پوردهای قدیمی درون شهری دارای سربندی چوبی با پوشش گالی یا همان سقف‌دار بود تا بدنه اصلی سازه چوبی را غیر از پایه‌های عمودی فرو رفته در آب از آب و رطوبت و باران‌های یکریز در امان دارد و ماندگاری آن را به میزان مطلوب‌تری برساند. لته‌پوردهای پوششدار را اغلب بر روی راه‌های اصلی و رودخانه‌های پرآب می‌ساختند و رودهای فرعی و کم پهنا و باریک پوششی نداشت و گاه 2 تنه درخت را بی هیچ گونه نگهدارنده‌ای به طور موازی و همسو در کنار یکدیگر جاسازی نموده تا نقش یک پل موقت و کم هزینه را ایفا کند. رفت و آمد کودکان و چهارپایان و پیران از این گونه پل‌ها با آسیب‌های فراوانی همراه بود و چه بسا سبب فرو افتادن اهالی می‌گشت. معماران پلساز در این سرزمین به موجب تجربه‌های صدها ساله نیاکان خود از مهارت ویژه‌ای برخوردار بودند و ارزیابی دبی و فشار آب در هنگام سیلاب، ولا و اندازه دهانه‌های زیر پل را از جنبه باربری سازه به خوبی می‌دانستند و برآیند بادهای شدید و تندآب‌های بنیانکن را حساب و کتاب نموده تا پایداری سازه را به بیشترین اندازه دوام برسانند. لته‌پورد که به پل‌های چوبی تخته‌ای گفته می‌شد، در گذر زمان از لغت اصیل خود فاصله گرفت و سپس به تخته‌ای پورد نامگذاری گردید. در برابر آن به پل‌های خشتی یا آجری که بس با دوام و پرهزینه بود، مرغون‌پورد می‌گفتند که پس از آن به خشت‌پورد یا پل خشتی معروف شد، چون ساروج یا ماده سمنتی آن با ترکیب آهک، خاکستر آتش و سفیده تخم مرغ تهیه میشد، از این رو بدین نام شناخته میشد. ساخت پل‌های خشتی در شمال ایران از معماری ایرانی پیروی میکرد، ولی پل‌های چوبی دارای معماری بومی ویژه پلسازان گیلک بود. لته‌پورد از 2 قسمت لت و پورد برآمده است. قسمت اول آن لت در زبان گیلی و تبری دیرین به تخته گویند یا چوبی که زیر اره و تیشه و تبر به شکل هندسی درآمده باشد. بخش دیگر آن پورد که با همین تلفظ با لغت فرانسوی منطبق بوده و ضمن همسانی لغوی همسویی معنایی هم دارد. در انگلیسی پورت به معنی بندرگاه است. گفتنی است که این لغت در بیاپس
پرد بر زبان میآید و نام یکی از پل‌های چوبی که بر روی ماسول رودخان بسته شده بود اسمپرد نام داشت، به معنی پلی که با چوب درخت انجیلی ساخته شده. پس از سپری شدن صدها سال گذر از فراز لته‌پورت که پیوسته با لثمه و لنگر و تاب‌لرزش‌های آهنگین همراه بود، به ویژه خوشایند چانچوکشان کار آزموده که در هنگام گذر از آن به نشاط می‌آمدند. سالها تجربه اندوزی و دگرگونی و تکامل بر روی ساخت و معماری پل‌های چوبی، سرانجام پس از سده‌ها پایندگی، مهندسان پلساز به فناوری‌های روز و پیشرفته روی آوردند و یکسره مهر بطلان بر این گونه پل‌ها زدند. و در این فرایند پل‌های معلق، بتون آرمه، اسکلت فلزی و قصدار را جایگزین پل‌های کهن کردند. دریغا که در این میان اصطلاحات و زبانزدهای گیلکی وابسته به پلسازان و کدگران همزمان با برچیده شدن بساط لته‌پورت از چرخه کاربرد بیرون رفت و دیگر کسی این واژه‌های ارزنده را ثبت و ضبط ننمود که به روزگاران گذشته بر زبان گویشوران این سامان همانند آب رودهای آن روان بود. ما گیلکان دوره نوین نیز مانند نیاکان پیشین و پسین این سرزمین در نگهداشت این اصطلاحات کاری از پیش نبرده و در آزمون این پهنه‌ها همواره رفوزه بوده‌ایم. حتی اکنون نیز نتوانستیم یکی از این پل‌ها را بازسازی و به معرض تماشای همگان بگذاریم. روزگاری که گیلکان بر پهنه آن گام می‌نهادند و بر بلندایش به تماشای سیلاب و گیله‌ماله‌ها می‌ایستادند.